دوستان عزیز، همین سفر رو اگر که همین قسمتش رو نشون بدن، محمد جواد ظریف مشاور رئیس جمهور ایران در پستی در شبکه ایکس نوشت جای خوشحالی دارد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران مسئولیت مذاکره هسته‌ای با آمریکاست و همچنان ابراز امیدواری کرد که اگر تیم آمریکا هم با همین اراده و با احترام به حقوق و منافع مردم ایران وارد مذاکره شوند، حرکت در مسیر درستی خواهد بود. ظریف درباره مذاکره بین دو طرف نوشته است ایران انتخاب درست را انجام داده است. یعنی چی؟ یعنی حزب الله را فدا کن، حوثی‌ها را فدا کن. اصلا اونا احمق بودن که به شما باور کرده بودن. اصلا نصرالله بیچاره بدبخت مادر مرده در روزهای آخر فهمیده بود که مثل اون دبیر کل اول حزب الله فهمیده، صبحی توفیلی فهمیده بود که فروخته شده، میخواست یک سری حرکت هایی انجام بده که مستقیما آدرسش دادن به صهیونیست‌ها، گفتن بزنید. اینها همشون فروخته شدن. بشار اسد رو فروخت، حسن نصرالله رو فروخت، حالا حوثی‌ها هم فروخته، الان هم میرن در سر میز مذاکره میشینن. همه این ایادی که ایران داشت تا پایان سال 2025 یکی از این عناصری که ایران در مناطق مختلف دنیا سالها قتل و کشتار و آشوب به نام مقاومت و به نام مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را انداخته بود که غیر از ملت‌های بیچاره و بدبخت کسی دیگری ضرر اینها را ندید، ببینید که یکی از اینها نمیمونه. بعد چی میگه؟ اکنون نوبت ایالات متحده است که در این آزمون سرنوشت ساز ساختن آینده‌ای بهتر برای منطقه و جهان مشارکت کند. من تعجبم که هنوز هم یک عده انسان‌های احمق، جاهل، نادان، حتی از اهل سنت، حتی از علما و دعوتگران فکر میکنن که این حکومت یک جمهوری اسلامی است که به نفع اسلام و مسلمان‌ها داره فعالیت میکنه. همه رو میفروشن، همه رو، هیچ کس مستثنا نخواهد بود. ترامپ حالا دیگه تاجر از تاجر میگه چقدر میخوای، چی میخوای، در مقابلش چی میدی. این آخوندا میفروشن همه رو، هیچ چیزی هم براشون مهم نیست. والله از اهل بیت و دین و مذهب و اسلام و قرآن و همه چیز رو